شبکه سازی واقعا چیست؟ شبکه سازی در واقع ایجاد ارتباطات هدفدار و منسجم با افراد دور بر ما هست. یعنی فرقش با ارتباطات اینه که تو ارتباطات ما خب با دیگران یک رابطه‌ای برقرار میکنیم، ولی اگه این رابطه هدفدار باشه و منسجم باشه اینو بهش میگن شبکه سازی. در واقع شبکه سازی اینه که ما بتونیم یک روابط دراز مدت با دیگران ایجاد بکنیم و افراد نفع دو طرفه ببرن از این ایجاد این رابطه و در واقع سودش به دو طرف هم برسه. بنابراین نیاز به یک سری کارها داره، نیاز به یک سری افزایش خصوصیات اخلاقی و فردی داره. حالا در ادامه حتما در موردش صحبت خواهیم که صحبت‌های خیلی خوبی هم هست. چرا باید زمان و انرژی رو برای شبکه سازی بذاریم؟ سوال بسیار خوبیه، به خاطر اینکه در شبکه سازی منافع و مزایایی وجود داره که در صورتی که ما براش وقت بذاریم و براش انرژی بذاریم اون مزایا به وجود میاد. مثلا عرض میکنم فرصت‌های شغلی خوبی به وجود میاد، اطلاعات خوبی به وجود میاد و کسی مثلا دنبال شغل میگرده اگه رابطه‌ای با دیگران داشته باشه و با افراد مهم و ارتباطاتش حفظ شده باشه، قطعاً اینها باعث میشه که بهش یه پیشنهاد شغلی خوب منتقل بکنن و معرفی بکنن. مطالعات زیادی نشون میده که اون چیزی که در واقع فرصت‌های شغلی هست تو دنیا، تقریبا 50% فرصت‌های شغلی علنی میشه و عمومی میشه، 50%ش فقط افراد خاصی بهش دسترسی دارن و یا ازش مطلع میشن. بنابراین شبکه سازی تو این در واقع مسئله میتونه خیلی کمک کننده باشه. از اون ور یک نکته مهم هم تو شبکه سازی وجود داره و اینه که شبکه سازی درست و منطقی میتونه فرد رو باعث ارتقای شخصیش بشه، یعنی توسعه فردی فردم بهش کمک میکنه که در آینده در موردش خیلی صحبت خواهیم کرد که موضوع خیلی مهمی هم است. تفاوت شبکه سازی آنلاین مثل لینکدین و حضوری چیه؟ خب فضای مجازی و در واقع مراسمات، کنگره ها، کنفرانس ها، دوره ها، بوتکمپ ها، اینا همه ابزارهایی هستن که ما میتونیم تو بستر اونها شبکه سازی انجام بدیم. خب لینکدین هم یک فضای مجازی هست که افراد میتونن خودشون رو توش معرفی بکنن. نکته مهم تو لینکدین این هستش که اولا خارج از کشور خب بیشتر مفهوم داره و استفاده میشه، تو کشور ما کمتر، ولی یکم فرد باید اونجا اولا خودش رو معرفی بکنه. دوما اینکه مهمه که تو لینکدین از طرف مقابلت بپرسی آیا دوست دارید که من خودم رو معرفی کنم، شغلم رو به شما بگم یا نه، یعنی ازش یه اجازه‌ای بگیره. خب حضوری یک مزایایی داره، از جمله این که خب تو ملاقات حضوری و رابطه حضوری بادی لنگویج مطرح میشه، فضای نزدیک انرژی ها منتقل میشه و افراد میتونن اونجا در واقع به صورت نزدیکتر و با خلوص بیشتر و با در واقع نزدیکی بیشتری با هم ارتباط برقرار بکنن. ولی هر دو نوع برای یک شبکه سازی موفق و خوب خیلی تاثیرگذار است و مهمه. اصلی ترین اشتباهی که آدم‌ها توی شبکه سازی مرتکب میشن چیه به نظرت؟ خیلی مهمه شبکه سازی توش آدم صبر داشته باشه و نکته مهمم تو شبکه سازی اینه که اول ما بتونیم به دیگران خیر برسونیم، ما برای دیگران مفید باشیم. ولیکن فراوان من خودم میبینم توی کنگره ها و توی حالا دوره های مختلف که افراد سر میز یا تو اون صندلی ها نشستن
با هم تازه شروع کردن به صحبت کردن و بلافاصله کارت رد و بدل میکنن، شماره رد و بدل میکنن. این خیلی نمیتونه شبکه سازی درستی باشه، در حالی که تو شبکه سازی باید قدم به قدم جلو بریم. مثلا تو جلسه اول همین یه صحبت کوتاهی بکنیم و موقع خداحافظی میتونیم بگیم که مثلا من شغلم فلان، در مورد فلان مسئله هست، فکر میکنم شما هم اطلاعات خوبی در این مورد دارید، اجازه دارم که باتون تماس بگیرم، صحبت ازتون راهنمایی بخوام یا نه. یا مثلا میتونید برعکس بگید که من اون مشکلی که شما داشتید من میتونم اون مشکلتون رو حل کنم، یا خودم و یا یه دوستی دارم تو یه سازمان، یه اداره، من میتونم کمکتون بکنم. اگه ممکنه مثلا شماره شما رو من داشته باشم یا شما شماره منو داشته باشید و من بتونم بهتون کمک کنم. یعنی در واقع این که زود بریم وارد کارت دادن و شماره دادن بشیم خیلی صورت خوبی نداره و حرفه‌ای نیست. و یک مسئله دیگه هم که من خیلی میبینم، دوستانی دارم که میگن آقا ما ارتباطات خیلی بالایی داریم، شبکه خیلی قوی داریم. بعدم میبینم مثلا یه سری شماره تلفن دارم، من میگم که خب شما دفترچه تلفنید، اینا رو مثلا باشون تماس گرفتید، ارتباطات منظم دارید. مثلا اگه الان میخواید برید یک کسب و کاری رو شروع بکنید و یا الان میخواید یه مسافرتی برید، به این کنتاکتاتون شما زنگ بزنید، آیا 5 نفر 10 نفر بلند میشن با شما بیان؟ میگن نه اونجوری که نه. خب این دیگه مفهوم شبکه سازی نمیشه. شبکه سازی مفهومش اینه که شما در طی زمان یک ارتباطات هدفداری رو انجام داده باشی و ایجاد کرده باشی که در مواقعی که بهش نیاز داری بتونی کمک بگیری، هم از اطلاعاتشون هم از فرصتهای شغلیشون، و بالعکس هم باید انجام بشه. یعنی مهمترش اینه که شما این در واقع امکان رو برای دیگران فراهم کنید، کمک کنید به حل چالش‌هاشون، مشکلاتشون، در واقع معرفی فرصت‌های شغلی، کمک کردن در ایجاد یک کسب و کار. در این صورته که در واقع یه شبکه درستی در واقع میشه گفت ایجاد شده. مرسی آقای دکتر. چند تا سوال من رو اصلا توی پاسخ جامعتون جواب دادین. سوال دیگه، وقتی کسی مثلا حالا کمک میخواد توی شبکه، نمیتونم کمکش کنم، چطور باید جوابش رو بدم؟ من خودم شبکه سازی رو با دخترم چند روز پیش داشتیم بازی میکردیم، سوار دوچرخه شده بود. خودم احساس کردم که اگه کسی بخواد یه شبکه ایجاد بکنه، خودش مثلا میشه تو مرکز یک شبکه، مثل اون مرکز چرخ دوچرخه که فلشایی به اطراف وجود داره که افراد مختلف این محیط این دایره قرار دارن و اینا میشه در واقع ارتباطات این فرد با دیگران. حالا نکته مهم اینه که ما یه ارزش افزوده ایجاد بکنیم، یک منافع ایجاد بکنیم، یک در واقع موضوع مشترک ایجاد بکنیم که هر کدوم از این محیط‌های دایره هم با هم ارتباط ایجاد بکنن، مثل همون چرخ دوچرخه. اینجاست که یک در واقع شبکه درستی ایجاد شده. حالا یکی از این افراد ممکنه یک نیازی داشته باشه از من این رو به یه فرد دیگه معرفی بکنم، بگم که مثلا فلانی دوست منه و ایشون به شما کمک میکنه. ایشون ممکنه نتونه مشکل این فرد رو حل بکنه. خب اینجاست که ما نباید اولا خودمون ناراحت بشیم که فکر کنیم که مثلا نتونستیم کمک بکنیم. نه، ما کار خودمون رو انجام دادیم و در واقع بنا به محدودیت‌های اون کار انجام نشده. میتونیم از دیگری کمک بگیریم یا همین رو صادقانه به فرد منتقل میکنیم، میگیم که دوست من رو به شما معرفی کردم، خودتون باشید در ارتباط باشید و اگر هم در واقع مسئله حل نشد دیگه حتما یک محدودیتی وجود داره، میریم رو راهکارهای دیگه. مرسی. وقتی توی رویدادی رو شرکت کردیم، چطور باید آدمای جدید رو پیدا کنیم؟ و حالا چطور مثلا باشون آشنا بشیم؟ اون ارتباط اولیه پیشنهادی داریم؟ میدونید ما همه توی یک مراسماتی شرکت میکنیم، کنگره ها، دوره ها، قطعا دوره هم میشینیم، روی یه میز موقع غذا خوردن میشینیم،
افراد صحبت میکنن با هم دیگه. من میگم بیس اصلی شبکه سازی رو اگه از من بپرسید چی هست، نکته مهم، من میگم گوش دادنه. هر چقدر ما گوش دادن فعال داشته باشیم و بیشتر از اون چیزی که صحبت میکنیم گوش بدیم به دیگران، به صحبتاشون، و گوش دادن فعالم یک مبحث جداگانه داره که من حالا تو ویدیوهام گفتم، میتونید مراجعه بکنید. نکته مهمش اینه که کمتر صحبت کنیم و بیشتر گوش بدیم و صحبتهای اون فرد رو به صورت همدلانه دوباره بیان کنیم که اون فرد احساس بکنه که ما داریم بهش گوش میدیم و همین گوش دادن باعث میشه که دیگران به ما احترام بذارن، دیگران احساس کنن که ما باشون همدلانه داریم برخورد میکنیم و افراد جامعه خیلی محتاج اینن که شنیده بشن و توجه بشه به کلامشون. همین آغاز یک شبکه سازی و یک ارتباط درسته، باعث میشه که دیگران به ما اعتماد بکنن. وقتی اعتماد میکنن یک اعتباری برای ما جمع میشه و ایجاد میشه که این اعتبار تا تو یه روزی به درد ما میخوره، ولی نه اینکه ما به خاطر اون یه روز این کار رو بکنیم. نه، نکته مهم اساسی عرض کردم توی شبکه سازی اینه که ما برای دیگران منافعی داشته باشیم، ما به دیگران کمک کنیم. میدونید که اصلا قانون هستی قانون بخشش و دهشه، یعنی هر چقدر ما ببخشیم به دیگران، هر چقدر دهش داشته باشیم، هر چقدر اطلاعات بدیم به دیگران، هر چقدر چالش‌های دیگران رو حل بکنیم، همون قدرم جهان هستی چالش‌های ما رو حل میکنه، مشکلات ما رو حل میکنه. و تو شبکه سازی هم این مهمترین در واقع موضوعی است که ما باید بهش توجه کنیم و این گونه است که میتونیم یک شبکه سازی درست و پایدار و دراز مدت ایجاد بکنیم و تو دوره همی‌ها، تو مراسمات بتونیم ارتباطات موفقی ایجاد بکنیم. مرسی دکتر. آیا شبکه سازی فقط برای کاریابی خوبه؟ نه، به هیچ وجه. اصلا شبکه سازی مبنای زندگیه. یعنی ما از موقعی که متولد میشیم و میریم مدرسه با دیگران داریم ارتباطات ایجاد میکنیم و شبکه داریم ایجاد میکنیم. من میگم حتی یک زن خونه‌دارم و یا کسی که مثلا نقاشی هست که فقط نقاشی میکشه و با کسی هم ممکنه ارتباط نداشته باشه، این هم به شبکه سازی نیاز داره. مثلا میخواد بره لباس بگیره، میخواد بره مثلا دندان پزشکی دندوناشو درست کنه، خب باید اگر با افرادی مرتبط باشه، باشون ارتباط داشته باشه که دندان پزشک خوبی رو بشناسن که کار درست و با کیفیت انجام میده، خب میتونه انتخاب درستی بکنه. وگرنه باید بره کنار خیابون همینجوری تابلوها رو بخونه ببینه کی دندان پزشک بره اونجا، ممکنه خب انتخاب درستی نکرده باشه. میخواد بره لباس بگیره، خب اگر با شبکه‌ای از دوستانی که تو کار لباس هستن و یا اطلاعات دارن در ارتباط باشه، خب میره یه انتخاب درستی میکنه. یا مثلا میخواد بره آرایشگاه یا هر چیز دیگری. اصلا من نکته مهمی که خدمت شما عرض بکنم، داشتم گوش میکردم صحبت‌های آقای آهنگی رو که در واقع برنامه داره توی هم صدا و سیما و هم تو فضای بیرون. ایشون میگفت که اوایل که من دعوت میشدم تو مراسمات، کسی منو تحویل نمیگرفت واقعا و میگفتن که مثلا این کی هست، چی هست، اصلا برنامهش به درد میخوره یا نه. حتی خودش کیش رو مثال زد، گفت رفتم کیش تو سالن همه با هم حرف میزدن، من داشتم برنامه فان اجرا میکردم اونا با هم حرف میزدن. گفت من به این نتیجه رسیدم که من باید ارتباطاتم رو زیاد کنم و الان میدونید که برنامه‌های خیلی خوبی داره و خودش میگه به خاطر شبکه سازی است که ایجاد کردم. من همیشه همین در واقع پارک لاله تهران و یا پیاده‌روی فرهنگی رشت من میرم گاهی اوقات اونجا قدم میزنم، میبینم نوازنده‌های خیلی خوبی اونجا هستن، ولی به خودم میگم خب اون کسی که الان تو صدا و سیما کنسرت داره میذاره، تو صدا و سیما برنامه داره، اون چطور میتونه اون رو در واقع بره اونجا؟ ولی این فرد که اصلا قدرت نوازندگیش و مهارتش خیلی بالاست. به این نتیجه میرسم که این نتونسته ارتباطات موفق ایجاد بکنه، شبکه سازی ایجاد بکنه که بتونه به اونجا برسه و این کاملا واضح است که
کسایی که تو هر شغلی هستن، مثلا کسی نقاشه، من کسایی رو میبینم گالری میزنن، نمایشگاه میزنن، نقاشی هاشون شاید 1/10 این فردیه که من میشناسم نقاشی خیلی خوبی داره، ولی این داره کنار خیابون نقاشی میکشه، ولی اون داره گالری میزنه و این در واقع شبکه سازی باعث شده که قدرت مالی بهتر پیدا کنه، امکانات و ارتباطات قوی تری پیدا بکنه. بنابراین همه افراد نیاز به شبکه سازی دارن. حتی یه دانشجویی که کارش فقط درس خوندنه، اگه مثلا تو رشته‌های مهندسی یا رشته‌های دیگه معماری این بتونه با استاد خودش ارتباط ایجاد کنه، یه رابطه موفقی ایجاد کنه، شبکه ایجاد کنه با مجموعه‌ای از دانشجویان دیگه، قطعاً فرصت‌های خوب، پروژه‌های خوب بهش پیشنهاد میشه و میتونه انجام بده. مرسی آقای دکتر. اگه مثلا چند تا نصیحت در مورد شبکه سازی به من بدین، اون چیه؟ نکته مهم تو شبکه سازی که اونو پایدار نگه میداره و یک شبکه سازی موفقی در واقع میشه گفت بهش، اینه که حتما در وهله اول ما باید پیش قدم بشیم و به دیگران خیر برسونیم. ما باید به دیگران اطلاعات بدیم، ما به دیگران فرصتهای شغلی رو معرفی بکنیم، ما باید به دیگران کمک کنیم چالش‌ها و مشکلاتشون رو حل کنن و ما باید از واژه دوست من استفاده میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه دوستی دارم، اونم یه دوستی داره که مثلا تو یه اداره، یه سازمانیه و اون میتونه به ما کمک بکنه. اینها رو در واقع ما باید این امکان رو برای دیگران قرار بدیم و قطعا جهان هستی برمیگردونه به ما. یه جایی ممکنه ما نیاز به کمک و راهنمایی و مشورت دیگران داشته باشیم، حالا اونها با کمال میل این کار رو میکنن. در واقع ما اینجوری نیست دیگه ما دفترچه تلفن باشیم، نه، وقتی یه درخواستی احیانا در موقعش میکنیم 5 نفر 10 نفر آدم هستن که میگن ما کارتو انجام میدیم، نگران نباش، و اینجاست که خب یک زندگی آرام و موفق و خوشبختی خواهیم داشت. پس نکته اول برای پایداری شبکه سازی اینه که ما پیش قدم برای خیررسانی و دادن منافع به دیگران باشیم. من چون رشتم دندانپزشکیه و تو دندانپزشکی اتصالات مهمه و چسب توش مهمه، مخصوصا تو روکش‌های ایمپلنت و روکش‌های دندونی، من از این اصطلاح استفاده میکنم که چسب شبکه سازی موفق گوش دادن فعاله. یعنی اگر گوش دادن فعال ایجاد بشه، ما با دیگران وقتی ارتباط ایجاد میکنیم همدلی بکنیم و خوب بشنویم چی دارن میگن، اون موقع این اتصاله ایجاد شده، این چسبه محکم این دو نفر رو به هم وصل میکنه و این خب خیلی کلید مهمیه. و شبکه سازی عرض بکنم اصلا زندگی ما مبتنی بر شبکه سازیه. یعنی چی؟ نه اینکه ما بخوایم الان تصمیم بگیریم که همین الان شبکه سازی ایجاد بکنیم، نه، ما با فرزند خودمون، با همسر خودمون، با برادر خودمون، با خواهر خودمون، تو خانواده، با دوستان، همکاران، دانشجوها، همکلاسی‌ها نیاز داریم که اونا رو درک کنیم. نیاز داره که اونا ما رو افراد قابل اعتمادی بدونن، قابل احترام بدونن. اینجاست که ما احساس میکنیم که اتمسفر ما یه اتمسفر سالمی شده. احیانا خدای نکرده یه مشکلی هم ایجاد شد، به خاطر این اعتباری که کسب کردیم مثل حساب بانکیه، اعتبارمون اومده بالا، در نتیجه به ما وام پرداخت میکنن، به ما کمک میکنن تو کارا، تو مشکلات چالشا به ما راهنمایی میکنن. و یا اگه فرصت‌های شغلی یا حتی فرصت‌های خوب پروژه‌ای تحقیقی ایجاد بشه، اولین فردی که بهش میتونن معرفی بکنن اون کسی که اعتبار بیشتری داره، احترام بیشتری برای خودش در طی زمان جمع کرده و اون کسی خواهد بود که راه شبکه سازی مطمئن، موفق و پایدار رو بلد باشه. دکتر واقعا ممنونم ازتون. صحبت پایانی اگه داریم خوشحال میشیم بشنویم. من توصیم به این هم بیننده‌های عزیز، کسایی که ما رو دنبال میکنن، اینه که شبکه سازی رو جدی بگیرن و بدونن که شبکه سازی یک سبک زندگیه و مورد نیاز هم برای
کسایی هست که دنبال کارآفرینی هستن، یا کسایی که دنبال شغل هستن، و یا حتی کسایی که خونه‌دار هستن. به درد همه افراد جامعه میخوره. این رو هم خودمون بریم مهارتش رو یاد بگیریم، چون باید مهارت پیدا کنیم، تمرین کنیم، یه جایی ممکنه شکست بخوریم، و همین که دیگران معرفی بکنیم که برن تو کار شبکه سازی، و این معرفی کردن ما به دیگران باعث میشه که اعتبار ما بالا بره، برند شخصی ما ارتقا پیدا بکنه. و مهمترین مسئله‌ای که من خودم احساس میکنم تو شبکه سازی خودم بهش رسیدم اینه که به خاطر اینکه ما مجبور میشیم تو شبکه سازی خوب رفتار کنیم، مجبور میشیم که خوب گوش بدیم، مجبور میشیم که فداکاری کنیم، مجبور میشیم که به دیگران اطلاعات بدیم، بخشش بکنیم، دهش بکنیم، باعث میشه که راههای توسعه فردی رو یاد بگیریم. و در نتیجه میبینید شما دنبال شبکه سازی بودید، ولی 1 سال بعد از لحاظ شخصیتی اومدید بالا، توسعه فردی پیدا کردید، شخصیتی شدید که با 1 سال پیشتون فرق کردید، و این خیلی کمک کننده است. این اصلا غوغا میکنه و من بهش میگم معجزه شبکه سازی. 1 سال بعد شما به یک انسان دیگر، انسان موفقتر، انسان شادتر و با آرامش بیشتری تبدیل شدید، و این معجزه شبکه سازی موفقه. خیلی ممنونم آقای دکتر. قربون شما.